الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، بارك الله فيكم. بإذن الله تعالى این حلقه 29 از آموزش کلمة التوحید لا اله الا الله محمد رسول الله می باشد که معنیش نیست معبودی بر حق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم بنده و رسول الله هستند. و در این حلقه چندین مسائل گوناگون را که تعلق به شرط دومی لا اله الا الله دارد که یقین است به شما بیان کرده می شود. مسئله اول این است که یقین بالاترین مرتبه های ادراک و فهمیش است. خیلی که در پیش به شما بیان شد، در شرط علم به شما ذکر کردیم که فهم و ادراک درجه های زیاد خود را دارد و یقین بالاترین درجه ادراک است و بعد از یقین علم و بعد از علم ظن و بعد از ظن شک و بعد از شک وهم و بعد از این جهل بسیط و بعد از این جهل مرکب خواهد بود. و این هم دلالت میکند که یقین یکی از مهمترین مسئله است. و مسئله دیگری که ذکر میکنیم، فرق بین علم و یقین در چیست؟ بین علم و بین یقین چی فرق و فرقیت وجود دارد؟ فرق اول این است که یقین این بالاترین درجه علم است. ما می توانیم بگوییم که هر یقین این علم است و اما نمی توانیم که هر علم این یقین است بگوییم. می توانیم بگوییم که هر یک موقین، کسی که یقین دارد، عالم است، اما هر یک عالم موقین با یقین گفته نمی توانیم. این دلالت می کند که یقین فرقش از علم این است که یقین از علم بلندتر است و علم از یقین پایانتر است. فرق دوم، ان الیقین یکون علما و عملا. هر آینه یقین هم علم است و این چنین عمل است. و یدخل فیه قول القلب و عمله. و این چنین سخن دل و عمل دل این مکان است که یقین در همونجا به وقوع می آید. اما علم فلا یکون عملا. علم یک باره با همراهی خودش عمل ندارد، بلکه علم این فقط قول قلب است، به مانند تصدیق. یعنی این دومین فرق میفهماند که یقین وقتی که گفته می شود، شما باید بدانید که یقین یک چیز است که علم است و این چنین عمل است، هر دوی چیز را جمع کرده است. یقین چیزی است که هم علم و هم عمل را جمع نموده است و یقین این هم قول قلب، سخنی قلب و هم عملی قلب است. زیرا ما گفتیم این قلب دو عمل دارد، عملی قلب و دومش قول و سخنی قلب. سخنی قلب به مانند تصدیق. اما علم باشد با همراهی خود عمل ندارد. علم یک معلومات است، عمل جداگانه چیز است. پس علم این فقط سخن قلب است
اما یقین هم سخن قلب هم عمل قلب است. بارک الله فیکم. این فرق دوم بین علم و یقین. فرق سوم بین علم و یقین چگونه که علما میگویند الیقین یستلزم العمل و یتضمنه، یعنی یقین لازم می شمارد که این چنین عمل داشته باشد، عمل به وجود بیاید و یقین در برگیرنده عمل است. یعنی یقین بی عمل وجود ندارد. وقتی که یقین وجود داشته باشد حتما عمل هم به وجود باید بیاید. یقین خشک خالی بی عمل وجود ندارد و این سخنی باطل است که کسی بگوید که یقین هست اما عمل نیست. یک کسی که عملی اسلامی ندارد بگوید که من یقین قوی دارم، این دروغ میگوید. چرا؟ زیرا که یقین این لازم کننده و لازم حتما به وجود آورنده عمل است و یقین در برگیرنده عمل است. اما وقتی که نظر به علم میکنیم، علم لازم آورنده مستلزم عمل نیست. وقتی که علم میگوییم این 100% لازم نمیشمارد که عمل هم باید داشته باشد. یعنی علما میگن فالموقن لا يسمى موقن الا اذا عمل. آدمی موقن یعنی کسی یقیندار، کسی را یقیندار یا یگان انسان را یقین موقن نام گذاشته نمیتوانیم تا همون زمانی که عمل از او رخ بدهد. یعنی همون انسان صاحب یقین میتواند باشد که عمل داشته باشد. یعنی عمل انسان وقتی که موافق قرآن و سنت در همه جانب به وجود آمد، ظاهر شد، این دلالت میکرد که این انسان یقین دارد و یقین سبب شده است که عمل به وجود می آید. بارک الله فیکم. اما عمل این چنین نیست، علم این چنین نیست. علم از یقین همین فرق رو دارد. شرط علم عمل نیست. مثلا ما نمیگیم که کسی که عمل نکرد این عالم نیست، زیرا بسیار عالم های وجود دارد که عمل ندارد. عالم شدن، عالم بی عمل شدن هم ممکن است، اما یقین بی عمل شدن ممکن نیست. یقین به وجود نمیاد. شرط به وجود آمدن یقین این عمل است. بارک الله فیکم. و البته علمی که عمل ندارد این بدترین یک صفت است و بدترین البته انسان است که علم دارد و اما عمل ندارد. از الله سبحانه و تعالی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم علم نافع می طلبیدند. اللهم انا نسألك علما نافعا. و اینچنین ما هم می طلبیم که الله سبحانه و تعالی به هر یک من و شما موحدین علم نافع را نصیب بکند و به همه این گفته ها و به همه این درس ها خودم بنده اول عمل کردن و دیگر برادران خواهرانی که میشنوند عمل کردن را الله سبحانه و تعالی میسر بکند. پس فرق چهارم بین علم و یقین یا که بین یقین و علم این است که یقین یک چیزی است که به وی هیچ وقت شک داخل شده نمیتواند، شک همراه شده نمیتواند. اما علم چیزی است که به این شک یا که ظن یا که ریب که همه‌اش این یک قسم شک است، شک، ظن، ریب، به علم داخل شدنش ممکن اما به یقین داخل شدنش ممکن نیست. بارک الله فیکم. به همین به شما بیان گشت که یقین و علم از هم دیگر چی فرق دارد و یقین چیست. و مقصد از این مسئله رو بیان کردن این است که مسئله یقین پره و کامل به شما بیان گردد و تا که شما تمام نازکی های این یقین را بفهمید و از جمله کسانی موقن باشید. موقن صفتی کیست؟ صفت مؤمنان حقیقی است. یقین
کسی که یقین داشته باشد این را موقن گفته می شود. پس همین یقین به خودش رکن دارد که به این رکن به وجود آمدنش ناممکن است. و همین یقین محل دارد، مکان خاص خود را دارد که متعلق از خودش است. یقین دو رکن دارد. رکن اولش این قول قلب است و رکن دومش عمل قلب است. برای همین علما میگن که یقین سببی به وجود آمدن سکینه یعنی آرامی و طمأنینه قلب و این چنین سببی به وجود آمدن عملی جسمی انسان میگردد. وقتی که یقین انسان در درون قلب قوی شد، عمل انسان در ظاهر هم قوی می شود و قلبش آرام و به تقدیر الله سبحانه و تعالی همیشه راضی و متوکل علی الله است. اما مکان یقین کجاست؟ یقین در کجا است؟ آیا در جسم یقین را میبینیم یا یقین چیزی که دیده نمی شود؟ یا محل یقین، مکان یقین کجاست؟ محل یقین این متعلق به قلب است. مکان یقین این قلب است. در عملهای قلب، در قولهای قلب یعنی سخنهای قلب، یقین در همون جاست. پس هیچگاه یقین را مظاهر دیده نمیتوانیم، آشکار دیده نمیتوانیم، بلکه یقین این در باطن است، در درون قلب است. عمل و قلب است. در زبان، در جسم دیده نمی شود. اما عملهای زبانی، قول زبان، عمل زبان و عمل جسم، همه این عملهای جسمی که ما میکنیم این از لوازمات چیزهای ضروری یقین است. یعنی وقتی که یقین به وجود بیاید حتما باید عمل زبان، قول زبان و عمل جسم به وجود بیاید. عمل جسم یعنی روزه داشتن، حج کردن، زکات دادن و این چنین صدقه و نماز و با زبان ذکر نمودن و تلاوت قرآن و کوشش نمودن، این همه عملها باید به وجود بیاید. اما وقتی که این عملها به وجود نآمد یقین هم نابود خواهد شد. چه خیلی که امام نووی رحمه الله در شرح مسلم ذکر میگن و میگن الاستيقان لا يكون الا بالقلب، یعنی طلب نمودن یقین به وجود، یا که یقین به وجود نمیاد مگر هم در قلب. طلب نمودن یقین ناممکن است مگر هم با قلب. یعنی مکان یقین قلب است و عمل کردن با جسم این یکی از ضرورترین چیزهای برای به وجود آمدن یقین است. بارک الله فیکم. پس ابن تیمیه رحمه الله میگویند که الیقین یراد به العلم المستقر في القلب و یراد به العمل بهذا العلم فلا او يطلق الموقن الا على من استقر في قلبه العلم واليقين. یعنی یقین از این کلمه مراد این است که میگن علمی که در قلب انسان جایگیر شده است. یقین یک کلمه است که مراد از این علمی که در قلب انسان مستقر شده است، یعنی جایگزین شده است. و این چنین مراد از این یقین عمل هست. عمل به همون علمی که در درون قلب است. پس به یگان انسان کلمه صفت موقن یعنی یقیندار داده نمی شود، اطلاق کرده نمی شود، مگرم در حالتی که در قلبش علم مستقر بشود و یقین به وجود بیاید. سبحان الله، در حقیقت این سخنی به نهایت پرمعنا و بزرگ شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله می باشد که یقین از کجا به وجود آمدنش را ذکر میکنند. میگن که
یقین همان وقت به وجود می آید که انسان در دلش علم داشته باشد و به همون علمش عمل نماید و یقین بعد از این به وجود می آید و صفت موقن یعنی یقیندار به همون انسان داده می شود. وقتی که علم باشد و عمل نباشد، عمل باشد و علم نباشد، در این حالت صفت یقین داده نمی شود. بارک الله فیکم. پس این بود مسائل نوبتی مهمه که رکن یقین، محل یقین و بعضی از مسائلی که متعلق به یقین بود به شما بیان گشت. اما مسئله دیگر این است که چی چیزها یقین را نابود می کند یا که ضد یقین است، ضدیت به یقین می کند. ریب، شک، ظن، گمان، وهم، تردد، تذبذب. این کلمه ها البته کلمه های عربی که در ادبیات فارسی هم وجود دارد. همه اش در گرد و اطراف شک و شبهه هست. یعنی این ریب، شک، ظن، گمان، وهم، تردد، تذبذب، همه اینها یعنی شک و شبهه کردن، یقین نداشتن. یعنی ریب، شک، ظن، گمان، وهم کردن، تردد و تذبذب، همه این چیزها که 6 تا هست شکننده و نابود کننده یقین است. وقتی که این نامبر شده ها روبروی یقین آمد، یقین را می شکند. نواقض الیقین است و همه این چیزهای ذکر شده متعلق به قول قلب و عمل قلب است. یعنی وقتی که در درون قلب انسان شک نسبت ایمان، نسبت اسلام، نسبت توحید، نسبت وحدانیت الله سبحانه و تعالی به وجود می آید، در این حالت یا که نسبت لا اله الا الله معنایش، در این حالت یقین انسان خواهد شکست. شیخ الاسلام ابن تیمیه در کتاب ایمان خود ذکر می کنند و می گویند که والریب المنافی للیقین یکون ریبا فی العلم و ریبا فی التمأنینه. ریبی که نابود کننده یقین است، این ریب در علم است و ریب در آرامش تمأنین قلب است. ریب یعنی شکی که یقین را نابود میکنه. چگونه شک است؟ شک در علم، یعنی در فهم، در چیزی که از شریعت دانستید به همون شک بکنید، در درست بودن نبودنش، یا که برای شما معقول شدن و نشدنش، قبول کردن و نکردنش، یا بعد از این که شریعت به شما رسید دلتان به همین شریعت آرام و راضی نباشد، در این حالت البته شک به وجود می آید. این ریب است و این یقین شما را خواهد شکست. بارک الله فیکم. پس بدانید که یقین این اصل است و کمال است و این چنین یقین یعنی به دو قسم تقسیم میشد. یقین یعنی یقین اصل، یعنی یقینی که به اصل ایمان و به اصل توحید تعلق دارد، و یقینی که کمال است، یعنی یقین از این جهتی که حالا ذکر نمودیم به دو قسم تقسیم می شود. به نهایت این مسئله به نهایت ضرور است، یقین اصل و یقین کمال. یعنی وقتی که یقین اصل نابود می شود انسان کافر می شود، اما یقین کمال وقتی که نابود می شود انسان کافر نمی شود. ببینید، یعنی این دلالت می کند که چه خیلی که ایمان درجه های خود را دارد، زیاد و کم می شود،
یزید و ینقص، این چنین یقین هم درجه های خود را دارد، متفاوت و گوناگون است و زیاد و کم می شود و زیاد و کم می شود. چگونه که علما گفتند یتکون الیقین کغیره من الاعمال القلوب والایمان من اصل و کمال و فاقد الاصل یکفر بزوال بخلاف الکمال. پس مردم در کمال یقین از همدیگر فرق دارند و گوناگون هستند. یعنی یقین همه انسان ها یک نمود نیست. هر یک انسان مسلمان از انسان مسلمان دیگر فرق دارد. بعضی از انسان ها یقینش قوی هست و بعضیش ضعیف است و بعضیش قوی تر است و بعضیش ضعیف تر است. پس هر یک انسان به حد تحقیق نمودن یقین، به حدی بجا آوردن یقین، یقینش بالا و قوی خواهد شد. بارک الله فیکم. چقدر یقین به الله و در این مسئله تحقیقش قوی باشد، درجه یقینش بالا خواهد رفت. و چقدر که درجه های یقین را ترک بکند، یقینش نابود خواهد شد. و اگر اصل یقین را ترک بکند، حتی خیلی که ما بیان کردیم، اصل یقین یعنی شرط لا اله الا اللهش نابود می شود و کافر خواهد شد. خیلی که ابن تیمیه رحمه الله در این ذکر کردند، میگن که له درجات متفاوته. در کتاب الاستقامة علی صراط المستقیم مجله اول 18 صفحه میگن یعنی یقین درجه های گوناگون متفاوت دارد. یعنی یقین ضعیف و ناقص می شود و زیاد و قوی می شود. بارک الله فیکم. و دلیل بر این روایتی که در کتاب مسند بیهقی روایت شده است که خیلی که بیهقی روایت میکند، سخن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که میگن این من ضعف الیقین، هر آینه از ضعیفی یقین، یعنی از این محل شاهد حدیث است. این دلالت میکند که یقین ضعیف میشود و یقین قوی میشود. اصلی یقین یک چیز است و زیاد و کم شوی یقین یک چیز است. خیلی که ما در مسئله مراتب الایمان به شما ذکر کرده بودیم که ما در مرتبه های ایمان اصلی ایمان داریم، واجبات ایمان داریم، کمال ایمان داریم و این چنین یقین هم. بارک الله فیکم. و بدانید که بزرگترین انسانی که از اولی این دنیا و تا آخر این دنیا بود و بزرگترین انسانی که یقینش قوی ترین انسان ها بود، امامی متقین و امامی یقین داران بود، این نبینا محمد صلی الله علیه و سلم است. چه که خود رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن ان اتقاکم و اعلمکم بالله انا، هر آینه تقوادارترین شما و علمدارترین شما به الله من هستم. این روایتی بخاری هست. یعنی وقتی که تقوا شما از همه بهترین شد، علم شما به الله از همه بهترین شد، این دلالت میکرد که یقین شما بهترین است. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مسئله یقین امامند و برای همین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از درون رسولان به 5 اولوالعزم داخل میشن. از درون 5 اولوالعزم که نوح و موسی و عیسی و محمد صلی الله علیه و سلم و ابراهیم الخلیل هستند، از درون این 5 رسولان ابراهیم و محمد صلی الله علیه و سلم اینها خلیل هستند و از درون این 2 خلیل پیامبر ما صلی الله علیه و سلم نزدیکترین شخص به الله سبحانه و تعالی است. بارک الله فیکم. پس بارک الله فیکم، شیخ الاسلام در کتاب‌های گوناگون خود ذکر می‌کنند و می‌گویند که
بسیاری از مسلمان ها کسانی که کلمه توحید را اقرار می کنند، ایمان دارد، مسلمان است و یقین اصل را دارد، یعنی اصل یقین را دارد. یقین یعنی در مسائل توحید شک و شبهه ندارد، اما در بعضی از مسئله ها ضعیف است، یعنی مرتبه های یقین را به جا آورده است. این چنین انسان را ما چی میگیم؟ ضعیف الیقین، ضعیف الایمان. بارک الله فیکم. پس همین یقین به خود قادح کننده ها دارد. یعنی چیزهای ناقص کننده یقین چیست؟ کدام چیزها می تواند یقین انسان را نابود بکند؟ علما میگند اولا این کمبودی کردن در واجبات ها. وقتی که امرهای واجبی روزمره در این امرها کمبودی میکنید، یقین این عملها سبب می شود که، یعنی ترک واجبات سبب می شود که یقین انسان ضعیف بشود، یا که انجام دادن عملهای زشتی که الله سبحانه و تعالی حرام کرده است. و این به مانند کارهای عملهای زشت، به مانند بدعت و خرافات و نفاق و گناههای کبیره که البته یقین انسان را ضعیف خواهد کرد. و البته شک و شبهه، وهم، ظن و تردد و تذبذبی که ذکر کردیم اصلی یقین را نابود خواهد کرد. بارک الله فیکم. و این مسائل چند از مسائل یقین بود که به شما ذکر نمودیم و باقی مانده از مسائل